کسی تعهد داری؟ آره، به خودم، به مسیری که تا اینجا اومدم، اشتباهام، انتخابام. من به هیچ کس غیر از خودم تعلق ندارم. به عبارت بهتر مال کسی نیستم. من خیلی به کمکت احتیاج داشتم، اما همیشه تنها. ولی این بار بهت قول میدم. ولی من دیگه ازت کمک نمیخوام. ببین این دفعه دیگه فرق میکنه. دیگه کمک نمیخوام. تو یه دقیقه به حرف من گوش بده، همه چی درست میشه. تو دیگه از هیچ کس کمک نمیخوام. خیلی از شما هستید ولی به موقع نیستید. به موقع بودن خیلی بهتر از صرفا فقط بودنه. یعنی زمانی که بهتون نیاز داریم کنارمون باشید، زمانی که زمین خوردیم کنارمون باشید، زمانی که به کمکتون احتیاج داریم و کاری از دستتون برمیاد برای ما انجام بدید کنارمون باشید. چند وقت پیش یکی از دوستان بودم، داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم. حالا از قضا راجع به آدمی داشت صحبت میکرد که حالا من هم میشناسمش. گفتش که مثل این که رابطه چندین سالش رو کات کرده و دیگه قرار نیست به اون آدم برگرده، ولی عکس چشم اون آدم رو با کد 7620 تتوش کرده. یا گفتم که خب کد 7620 یعنی چی؟ گفتش که این کد مخفی خلباناست. وقتی که دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، این کد رو به برج مراقبت اعلام میکنن. یعنی که ما همه تلاشمون رو کردیم ولی دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. عمیقاً دلم میخواد کد 7620 رو روی تمام لحظه های زندگیم تتوش کنم. درست یادمه یک شب بود، یه چشم عشق، یه چشم خون، دم رفتنت نفسم رفت، همه حرفام به دلم بود.